والا مروی عزیز شوق علاقه است تکواندو مرا کاکایم به تکواندو زیاد علاقه‌مندی داشت و خودشم کمربند سیاه دندو داشت. خب غزل مورد علاقه چیز بس کدام غزل بسیار نفرت داری؟ شلغم حساب بدم. تو شلغم اصلا چیکار کرده؟ از شلغم هم اگه نفرت داره. باور کنید یعنی شلغم خورد هیچ اصلا به دان زدن نمیتونم. به خدا دل بد نشم بانو. سخت‌ترین کار از انجام ندارم. بانو من میخورم باور دل بد نشم. بفرمایید اینو شجاع نمیشه. پیسه دکترم پیسه دوایم پیسه ما در خدمت چیکار می‌کنید؟ ما در خدمت. چاو کچولیم. سیر. بجاوینش. خوب بشه. مشکل نیست. دوستای براتون آرزو میکنم فقط دموتر دبشوری با مرا بشه. سیر بسیار راحت بود کاش که بعد داده سیر میده. بجاوینش بده. امروز من کولی کنم. تمامی شما بیننده های خوب، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشین و از گزند روزگار در حفظ پناه پروردگار یکتا قرار داشته باشین و روز را به خیر و سلامت آغاز کرده باشین. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های دوستانه با من مروه برهانی از طریق چنل یوتیوب هدف میدیا و تشکر از اینکه همیشه برنامه‌های ما رو بیننده هستین، با دوستانتان شریک می‌سازین و کامنت و لایک را همچنان فراموش نمی‌کنید. بعد از این همچنان برنامه‌های ما را با دوستانتان شریک نموده لایک، کامنت و سابسکرایب را فراموش نکنید. همچنان در صفحات اجتماعی تیک تاک، اینستاگرام و فیسبوک میتونید ما رو دنبال بکنید. و مثل همیشه که مروه برهانی در برنامه تنها نیست و مهمان امروز ما جوان خلاق، ورزشکار و زحمتکش پرتلاش کشور خود را با خود داریم امروز در برنامه. شعیب جان حمیدی، خوش آمدید به برنامه. سلام خدمت خودت. مرا جان عزیز، سلام خدمت شما، سلام خدمت تمام بینندگان عزیزتان و تمام دوستان که فعلا ما را بیننده هستند. سلامت باشید. تشکر شعیب عزیز. خب من همه خواستم که در آغاز برنامه گفتم که شعیب جان ورزشکار میباشن، پس چه خوب است که سوالات را در نخست از بخش ورزش آغاز بکنیم. میشه بر ما بگید شعیب چه مدت زمان میشه که خودت رو آوردی به ورزش و چرا رشته ورزشی کدام رشته ورزشی را انتخاب کردی؟ مروه عزیز، من خودم حدود 7 سال میشه که ورزش میکنم و اولا من خودم از دوران مکتبم تکواندو میکردم. در صنف 6 مکتب بودم تکواندو میکردم. بعد از یک مدت زمانم از ورزش دور بودم و بعد از اون به رشته بوکس رو آوردم و رشته بوکس مدت 6 سال است که ادامه میدم و ماشاءالله در رشته بوکس قهرمانی هم دارم. 1271 کیلو قهرمانی تیم ملی دارم. چرا تکواندو را رها کرده به طرف بوکس آمدین؟ والا مروی عزیز شوق علاقه است. تکواندو مرا کاکایم به تکواندو زیاد علاقه‌مندی داشت و خودشم کمربند سیاه دندو داشت. بسیار عالی. و مرا گفت تکواندو کنیم. خب هر کس مزاجش فرق میکنه. دقیقاً. ما یک جنگی مزاج بودم و ما بوکس خوش داشتم از خاطر. خب چرا رشته بوکس انتخاب کردی؟ چرا از وقتی که تکواندو را رها کردی یک رشته ورزشی دیگر انتخاب نکردی که مثل فوتبال، والیبال و دیگر؟ مروی عزیز، من خودم حدود 2 سال رفتم والیبال. ماشاءالله تمام رشته ورزشی رو شروع کردی. ما پهلوانی هم کردیم از پالیش. ما 2 سال خودم پهلوانی هم کردیم. پهلوانی و بوکس یک جای تمرین میکردم. ما حتی پنجه کردن در والیبال یاد نگرفتم. اما در بوکس ما در 6 ماه اول یک اسپارینگ کردم. اسپارینگ ما بردم در راند 2 حریف من ناکاوت کردم. بعد میرفتم مسابقات میدان دادم تا منتخبی تیم ملی برآمدم تا تیم ملی و آماتور و پروفشنال. خب از بین تکواندو، والیبال و بوکس کدامش میخوای بیشتر بوکس آخرین انتخابتان است یا باز میخواین کدام رشته ورزشی دیگر در پیش بگیرید؟ خب هر چی خداوند بخواد نظر به زمان انسان نمیتونه پیش بینی کنه، چون همه چیز بس خداوند است و زمان همیشه در تغییر است. ولی تا فعلا علاقه‌مند بوکس هستم چون در این رشته است سر پای شدیم و یعنی تمام موفقیت‌های مدیون بوکس هستم. خب میگن توصیه نشه بازی نشه. شعیب هم 3 رشته ورزشی رو امتحان کرد، تکواندو رو آغاز کرد، والیبال هم رفت و بوکس. امیدوار هستم که بوکس آخرین باشه و شاید درخشش‌های بیشتر و موفقیت‌های بیش از حد باشیم. در مورد مسابقاتت بر ما بگو. در رشته بوکس که تا فعلا چقدر مسابقه داشتی و آیا در داخل از کشور بوده و یا هم بیرون از کشور؟ مروی عزیز، مسابقات ما 6 سال پیش که بوکس شروع کردم. حدود 6 سال پیش بود. 6 یا 7 سال پیش بود دقیقاً نمیاد منتظم خانه هست. ما بوکس شروع کردم در 6 ماه اول یک مسابقه کردم. مسابقه اسپارینگ بود که در اون مسابقه حریف من ناکاوت کردم. بعد از 2 ماه بعدش دیگه مسابقات بود. مسابقات اسپارینگ کردیم ما در یعنی در هر البته سال اول 2 ماه براتون که هر 2 ماه بعد 2 ماه بعد یک مسابقه اسپارینگ میکردم و فضل خدا تا بالا باخت ندارم. دوستای مرا میشناسن بلدیت دارن، زیادتر دوستا مسابقات شاید اومده باشن. تا بالا شکر باخت ندارم و بعضی از مسابقات منتخبی تیم ملی هم رفتیم و از من مدال‌ها و تقدیرنامه‌ام زیاد بوده. خب بدل از اینکه همین کوچکشی مینا تمام دوستان بعضی جنجالات مشکلات داره، گم شدن اموال و وسایل از بینش دیگه. این مسابقات ما است که نمیره دمیتولی 1.5 سال اخیر
این مدال رو گرفتیم. درست بالای مدال و تقدیرنامه خودت همچنان می‌ایم، ولی از ورزش آغاز کردیم که خب بس بریم به طرف فامیل و زندگی شخصی خودت، زندگی شخصی و تحصیلی البته. میشه بر ما بگی شاید فرزند چندم فامیل هستی و در مورد حالت مدنی بگی بر ما مجرد سی متعهد، البته راستش بر ما چون تمام بیننده اسم بیننده هستم. من خودم بچه دوم فامیل هستم، به یک حساب بچه کلان فامیل گفتم میشه و حالت مدنی یک رقم مکس کرده گفتی میره. متاسفانه مجرد. چرا متاسفانه مجردی که متاسفانه گفتی نداره؟ خب خاص می‌داره فضا شوخی می‌زیاد. خاص بعض دوستان مجرد هستن از مجردی رنگ میبرن، نخواستم سر مورال از نتوصیل کنم. باز ما اینم بعدا تحقیق میکنیم که واقعا خودت مجرد هستی، خاصی در برنامه بود. واقعا مجرد هستم، من میتونم. درسته سلامت باشی. خب میشه در مورد تحصیلات بر ما بگی؟ شاید که کدام رشته تحصیلی خودت آموزش میبینی یا هم مصروف درس خواندن هستی؟ من خودم فارغ التحصیل ژورنالیسم هستم. خیلی عالی. بعد از این موضوع ژورنالیسم هم خواندیم، خب ما خودم مسلک بودیم و ژورنالیسم به طور عملی و نظری خلاص کردیم و گرافیک دیزاین هم خواندیم و فعلا مصروف درس‌های فارمسی هستم. یک سوال، اینقدر وقت برای تمام مصروفیت از کجا پیدا کردی؟ خب هر کسی که منظم زندگی خود تنظیم کنه میتونه برای همه چیز خود رسیدگی کنه. ما میگم کوتاه منوزه کوتاهی هم کردیم، بسیار کوتاهی کردیم. مثلا ما کوتاهی کردین شاید که به ماشاءالله تکواندو، باکس، والیبال، رشته ژورنالیسم دیگه. مروی عزیز روزانه 2 ساعت تنها کتاب میخونم، مطالعه بیرونی، شب باشه روز باشه، 2 ساعت که در خواب باشم در بیداری باشم باید حتما انجام بدم. روزانه 2 ساعت درسای پنتون باید تکرار کنم. روزانه 2 ساعت موبایلم گل است و در کلاپ هستم که هیچ اصلا نمیخوایم از جامعه و از دنیا فعلا هم افتاد دور. ترک دنیا میکنم مکمل. فقط مصروف تمرین و باقی روزی که باز تقسیم بندیش میکنم، این رقم برای درس، برای تمرین، برای کار، برای وظیفه، برای هر چیز. دقیقاً انسان موفق همین گونه است که تایم خود و زمان خود همین گونه که مثل شوایب ترتیب کرده بر خود ترتیب میدن. خب غذای مورد علاقه چیز است؟ کدام غذا بسیار نفرت داری؟ شلغم بسیار بدم. تو شلغم مثلا چیکار کرده؟ شلغم هم اگه نفرت داره. باور کنید یعنی شلغم خورد هیچ اصلا به دان زدن نمیتونم. و خوردش نمیتونم، از گشنگی هم بمونم شلغم خوردن نمیتونم. خلاصه گپ یعنی اینقدر از شلغم نفرت دارم که تو میخواین گرسنگی بمونید و شلغم نمیتونم خورده نفرت ندارم. ما هم یک میویست که میوه شلغم هم به جمله میوه را پذیرا یک ترکاریسته. یک ترکاریسته که یعنی رو خداوند پیداش کرده، هر چیز خداوند پیدا کرده حتما فواید خود داره، ولی خب با مزاج ما قدر ساخته نشده. درسته. و گلبی را زیاد خوش دارم، قابلی را خوش دارم. خب گلبی هر جمله غذایی است که همچنان کسی قدر دوست نداره ولی شاید خودش دوست داره. بسیار عالی. خب شاید سخت‌ترین کار که تا فعلا انجام دادی چی بوده؟ سخت‌ترین کار مثلا به نام سخت چیز را نمیشناسم. هیچ امکان نداره که به نام سختی چیزی را نمیشناسم، چون هر چیز را که هدف برام تعیین کنم برای اصلا مشکل را نمیبینم، باید خود برزو برسانم. فقط چشم فقط هدف میبینه. یعنی تا فعلا هیچ سختی ندیدی؟ هیچ امکان نداره. فکر نکنم سختی داشت. نه سختی زندگی کلا سختی هست که قبول میکنم، اما ما بر یک هدف تعیین کردم، مثلا مسابقاتم است، بوکسم است، درسم است، یک هدف برش تعیین کردم، ما سختی در راه من نمیبینم، فقط هدف دور میبینم. درست است. هدف همگی ما بر خود تعیین میکنیم و در راه رسیدن به اون هدف ما بسیار سختی است، ما بهش میرسیم. هیچ کار نیست. درست است که تمرین هم باشه، ولی بعضی کارها سخت تمرینم میشه بگم. کار سخت تمرینه به نظر خود. بسیار عالی. و همچنان در صفحات اجتماعی تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام ما را فراموش نموده برنامه‌های ما را بیننده باشید. خب گیم ما قسمت شوایب عزیز که سوالات راسته که از خودت میپرسیم و باید خودت در ظرف 1 ثانیه بر ما سوالات را جواب بدی و یا هم پاسخ سریع است. یکی لقبت چیست؟ میری. لقبتون چیست؟ تخلصتان نپرسیدیم. والا لقب را در خانه شخصا مادر جانم سلام یک نورو خیلی گفتیتون نمیتونم. باز چرت نزنید، باید بر ما بگی میریسه. چون لقبای را مادرم میگه بی دلیل نمیمونن لقب بالای فرزندان خود. مرا مادرم خب گرگ میگه، من هم بدل از یک زیاد جنگ میکردم، زیاد جنگل بودم، مرا گرگ میگفتیم. باز گرگ کوره هستن یعنی؟ بله؟ باز گرگ کوره هستی یا خیر؟ لقب نقطه فامیل نمیمونم، زیاد جنگل بودم. من بخش دوران که من آماده کنکور میخواندم و دوران مکتب بسیار جنگل بودم دیگه، هر روز جنگ. بخیر گرگ روان لقب شوایب فامیل بعد از این ما هم برش گرگ میگیم ان شاء الله که بالایت هم بد تاثیر نکنه. این لقب شخصا مادر جانم میگم. خب مختص به مادر جان هستن. اما که از طرف مادر جانم گفته شده فکر کنید که ما گفتیم برات.
از کدام برند لباس بیشتر استفاده میکنید؟ ادیداس. موتور مورد علاقیت؟ موتور مورد علاقیت؟ داینا. داینا چه قسم موتور؟ شوخی کردم. موتور باربری به شوخی کردم. موتور مورد علاقه مایلکس. بزرگترین هدفت؟ خدمت پدر و مادر. خیلی. و آخرین کتاب خوندی؟ آخرین دختر که خودت بیشتر گفتی مطالعه من شب کتاب را خواندم لا تحزن. خب چه خوب است. بریم بازم به طرف سوالاتی که باقی مونده. بازم از بخش ورزش می‌خوایم سوال داشته باشیم که چند بازی در داخل کشور و خارج از کشور داشتی و آیا از طرف کدام کمیته یا هم از طرف کدام نهاد به خود پیشنهاد شده که امروشون کار کنی خیر؟ مروی عزیز، مسابقات ما بوده در سال 2000 اواخر 2019 اوایل 2020 مسابقات ما برگزار شده که مسابقات بوده که رایبی مسابقات خارجی بوده. در مسابقه مقام اول گرفتم، ما از طرف فامیل برام اجازه ندادن. قرارداد سی مسابقه برام آمده بود که بدون در ایران ندادن در ازبکستان، ولی از طرف فامیل برام اجازه ندادن چون فامیلم سخت مخالف بوکسینگ است. واقعا علاقه‌مندی به ورزش یک میکنم اصلا ندارن چون خب بخاطر خوشی میمونن. مثل گورکو نه میمونن، واقعا دوست ندارن. رشته را من انتخاب کردیم، فامیلم دوست نداره بوکس. خب همیشه به ما در مورد تقدیرنامه و مدالات صحبت داشته باشی که تقدیرنامه را مروز این تقدیرنامه را در مسابقه آخرم گرفتم در 15 اگست امسال. در وزن 71 کیلو قهرمانی رو گرفتم در منتخب تیم ملی بودک. از طرف استاد رستمی تقدیرنامه برای من عطا شد. بسیار عالی، موفق باشی. به این تقدیرنامه کن. این تقدیرنامه فکر کنم دوستان عزیز اولین یا دومین تقدیرنامه بود که من در رشته بوکس گرفته بودم. بسیار عالی، بسیار عالی. خب در مورد مدالات صحبت کرد، در مورد تقدیرنامه که صحبت کردیم شاید میشه بر ما در مورد مدالات بگویی که این مدال چه زمانی و در کدام مسابقه گرفتی؟ این مدال مروی عزیز در مسابقات منتخب تیم ملی گرفتم. در سال 2021 در سال 2019 و 20 نه در سالش بود، در دسامبر بود یا جنوری بود، درست یادم نمیاد. این مدال موضوع وقت مثلا مقام اول گرفته بودم. بسیار عالی، موفق و کامگار باشی همیشه. و همچنان در مورد این مدالات میشه این مدال من مسابقه دوم بوده. مسابقه دوم که من از مسابقه چین بوده جام جام کارمند بود. جام کارمند بود. بعد مسابقه ایله در جام کارمند گرفتم. و در مورد این مدالات میشه برام بگی؟ این مدال مسابقه آخرم است که تقدیرنامه‌اش براتون بیشتر نشان دادم. در وزن 70 کیلو قهرمانی گرفتم. بازی مدال برام استاد رستم دادم. درست. و مدال آخری؟ اولین مدالم که در اسپارینگ گرفته بودم. چقدر خوشحال بود که اولین مدال گرفتی شد. فکر کنم میشه گردنت نمیاد دیش دور. والا نه امسال گرفتم از رنگ برام از گردنم کایشم. چقدر برات بی ارزش بود؟ نه بی ارزش نبود. آدم چیز ارزشمنده نمیخواد که زیاد مردم ببینن. نه بازم میشه بهش می‌داشتم. از اون خاطر بیشتر برام ورزش است چون اولین دستاورد از بوکس است. دقیقاً اولین دستاوردها و اولین ها هیچگاه فراموش نمیشن از ما. خب سوال بسیار جالبه شایب. اگر روز بخیر ازدواج کردی و همسرت از پسورد موبایل و پسورد فیسبوک تبخواهی بهش میدی؟ بله. مطمئنه؟ بله. اما بیشتر خودت بسیار با مکس گفتی که من مجرد هستم. مجرد هستم اما وقتی متعهد شم طبعا میتونم پسورد موبایل چیز. هیچ مشکلی نیست یعنی به اون قدر راحتی؟ هیچ مشکلی نیست. ان شاء الله بازی رو ما بخیر بیننده میباشیم یا هم میبینیم که شاید چیزی رو که گفتم به گپش عمل میکنه و یا خیر. طبعا. ان شاء الله باز میبینیم بخیر. اما یک اصطلاح داریم ما شما امو ساعت امو مسئلات. خب چه خوب است بازم بریم به طرف یک بازی ولی هی بازی ما یک کمک میتونیم بگیم چالش برانگیز است و یک کمک ریسک آفرین است. البته تنها خودت بازی را اجرا نمی‌کنی. خوشبختانه بگم یا بدبختانه بگم که من خودم همچنان در این بازی اگر جزایی هم داده شد بر شما هم داده میشه. این جزا نیست، این بازی فکر کنم کلش جزاست چون که جزا نیست دوست عزیزم، کلش جزاست به خاطر که ریسک بسیار زیاد داره هم بر خودت و هم بر من و خودت این بازی فعلا تنها نیستی. من خودم همچنان هم رشته شبارکم زیباست. من رو وقت اول دبی فکر کردم. خب همونطوری که دوستان براتون گفتم که یک گیم داریم و گیم ما هم میز ما همچنان آراسته شده از غذاهای بسیار زیاد لذیذ که بین ما و همین دوست هستن و بازی قسم است که باید ما بوتل بچرخونیم و هر زمانی که سر بوتل به هر سمتی که استاد شد باید از اون نوش جان داشته باشیم و بازی رو با خودت آغاز می‌کنیم می‌رسه. چون مهمان خودت هستی باید ما میزبانی داشته باشیم از خودت. چرا حکم سرای شما دقیقاً اگر در چرخ دادن مشکل خیلی ما براتون میچرخونم. بسم الله. بچرخونیم شما.
از طرف خود خب این دوستای زید خود از طرف خود شما البته نه من بر شما میچرخونم درست است؟ دیگه رقمش قبول نیست واو. نه تو مذاق نه نگه مذاق نداریم فرمایید نه دوز دکه خود دکه خود یک چند دیگه بفرمایید ورزشکارا باید بسیار زیاد سر کار دارن خدا من خام خوردش نمیتونم تخم خام باید بخورم چانس خوب براتون میکنم بفرمایید نگوین که باز ما از تو قدردانی نکردیم مهمان نوازی نکردیم چطور کامیدی میشن چرخ دیگه نیست دیگه چانس نیست من خودم مردم زیاد هم رئیس جزا دادم نوش جانتان حالا که کسایی که شما جزا داده بودین که میبینن بسیار با خرسندی بخش تماشا دارن نه همیری سایبق به این شکل نمیشه باید بخوریم نه میخورم دیگه زردیشه باید بخوریم زردیشه باید بخوریم بفرمایید نمی‌نویسید من خدا نمیتونم میتونین شما میتونین من به تواناییتون باور دارم شما ماشاءالله شما بیشتر گفتین که سخت‌ترین کار تا فعلا انجام ندادین بفرمایید بس یعنی خیلی برام چالش جور کنین من با خود دل بد نشم بانو سخت‌ترین کار گفتین انجام ندادین بانو من میخورم باور دل بد نشم بفرمایید نوش جان نمیشه پیسه دکترم پیسه دوایم پیسه ما در خدمت هستیم ما در خدمت هستیم بفرمایید این رسم افغان هاست که باید مهمان نوازی داشته باشه با خدا نمیتونم تبدیلش کنیم بانو تبدیل نیست بفرمایید خب قدرم برتان زیاد چالش برانگیز نمیگید فقط از زردیش یک قاشق برداریم میخوریم چون خوب برتان میخوایم نه نمکم دیگه سرش نندازید روغنم پس بندازید که بیخی کاملا تقلب کردن اینجا بیرون دوی عزیز مرچه میتونید رضا استفاده کنید شاید پیشتر گفت که من سخت‌ترین کار تا فعلا انجام ندادیم پس وقتی که سخت‌ترین کار تا فعلا انجام ندادن یا من جمله سخت‌ترین کارا نبود سلامت باشید مادام خوب میمون نوازی کردیم تشکر این خلاص موافقم است شما فرمایید ان شاء الله کچولیم سیر بجاوینش خوب بشه مشکل نیست دوستای براتون آرزو میکنم فقط دموتر دبشوری بان مرا بشینه هیچ آرزوی دیگه براتون ندارم آرزوی ما فقط خبرم میگم دارم میخوام باز میرم پولی بان مرا بشینه من بسیار راحتی میشم ان شاء الله فردا پولی تون باشه راحت ندیم بسم الله چای خوش دیگه قدر کم نمیگم میدید حداقل باید یک قاشق نوش جان بکنید برای دوستش مشکل نیست جبران تخم نه باید تمام شد نوش جان کنید بازم تخلق کردن من بسیار راحتی سیر نوش جان کردن همین فعلا یک گاز نیاز است فعلا میریزن چای خوش خوردن بعد آب را نوش جان کردن فقط یک گاز نیاز داریم با فکر کنم بازم نوبت خودم است بخورینش نوش جان نه شوپش کنه نه یا میریسه اصلا قاشق خیلی پر کنه قاشق پر اصلا نه بمون اندازه که شما نمیفهمید بمون اندازه دوستای سعی کنین دیگه تخم نخورین نه یه چیزی که انجام بدیم بالای خودم نیش رحم نمیکنید میریسید نه چقدر بر شما تخفیف دادم نه من چقدر بر شما تخفیف دادم کم از مقدارش بسید نه میریسه دیگه بوی نمیده از سیر کده بوی نمیده سیر بسیار راحت بود کاش که بعد داده سیر میده بجایش نیسته امرای من گولی کنیم بفرما میریسه خب تخم خیلی طرف کنید بعد هر نمیخوره چیزی دور دست این بار اگه آمد باز حس میشه چای خوش باز نه بازم بچرخانیم نه چای نه بازم بچرخانیم دیگه این بار با خدا کچولو نرفا بفرمایید سی دسته تخلق نکنم میریسه از کنار خودتون اینا رد شدن بسیار زیاد مشکل است. آرزو میکنم از کنار خودتون گس رد نشه. نه باید وقت آخر بخوریم. من تخم چیزی نخوردم، سیرس چیزی نخوردم. بفرمایید. کار نداره. نه مایش. نه. میکرد کردنش نیست. دندانم. چت بزنید. میزنم. حتما میزنم. مگم شاید خودش اینجا تخلق میکنه.
این رقم دیگه نمیشه آورد. چی رقم؟ نه خیر دوباره تمام شد شما نوش جان بکنید. ما بیاده از خیلی تمام شد. 2000 رو بر ما بیارم که نمیشه دیگه نخورد. درست است حتما شما مرد کنین همکار براتون میارم. بجارین. بجارین. به شکل کامل. بابا من نمیدی سلام بسیار گفتین سرستی. نه تخلف میکنی باز خودت هم میدی دوستای عزیز همین تخلف میکنن. شاید تخلف میکنن. نه گفت دست در برام نشون بدین. ما دیگه شما نشون بدین. نه دیگه شما نشون بدین. باید به شکل کامل بخورید. دوستای عزیز. روغن شوب باید کنیم قاشقی که نیست. نه شوب دیگه نه. همین شوب کردنش نیست. باشه که یک قاشق استفاده میکنم. بدون شوب نمیشه. نه دیگه. روغن باید شوب. هیچ اصلا امکان نداره. چون همون پیسه رو قرار کنم وقتی تداوی شما خیال میپردازم. ما وقتا میپردازم. اگه من روغنش بخورم تمام شه. من دیگه در برنامه نیستم برای دوستای عزیز. دوستای عزیز با مروه یا ساش سنرسی نگونم قرار روغن. همچنان باید تکلیف دهیم. اینی خود ظلم است که من تمام شه نوش جان بکنم. یک قاشق کافی است. روغن چیست؟ خیلی زمین ما باش متعارف. ما در رژیم هستم یعنی ما باش متعارف. ما در رژیم هستم. هیچ مشکل نیست. نه ما از قبل روغن پرهیز هستم. رژیم اون دوستان فهمید چی رفتم است. خب من میکنم ولی یک قاشق. 3 قاشق. از ابو سرمایه ما حتما در رژیم هستم با ما میخوام. نه دیگه به این شکل نمیشه. یک قاشق کفایت میکنه درست است ببینید عزیز. یک شو. شما خود با من دشمنی ندارین. روغن است. تخم نیست. نوش جان. نه با ما را قاشق بده. قبل از اینکه من روغن بخورم پدرجان مادرجان دوستای عزیزم بی‌نهایت دوستم دارم. اگه بعد از در برنامه بودم مسئولش تمام شعیب است. یعنی در قدیم مردم سر میخوردن قرار نمیگفتن مردم شمشیر میخوری رقم نمیگه بانو من روغن دیگه این بسیار زیاد است همیشه. نوش جان سن. پایین نمیده فقط قاشق پایین. پرش کن دوباره. نه دیگه. پرش. اما اندازه کافی است. بخوری نوش جان. انا لله و انا الیه راجعون. یا انجاری با مروه چرب میشه یا هر صحبت بفرمایید بچرخونید. کچوری نمرچ نه نمک رو بگیرین نموش گاز کنین بعد از اون استفاده کنین دیگه. بفرمایید. یک قاشق باید تمام شه نوش جان بکنین یک قاشق نیست. تمام شه. بر خودت نمونه نه؟ تمام شه نوش جان. که بر خودت نمونه. تمامش. امیری سب تمامش. نه بانو ما بود عقش ما با جدا بود مونده. ما دیگه هم میتونیم استفاده بکنیم. نه زنده باشه. با خدا میره درد میکنه. هیچ مشکل نیست. فلان دستم توانم چرا میخورم. خب از یاد از دوره مکتب هم شده اینجا شد. همچنین خوردنم تجربه داری یا فهمیدی؟ نه باشه قبض کنم میشه. نه کمش کردی امیری سب. این قبول نیست خودت کم کردی. خودت همیشه تقلب بگیری. من چقدر براحتی و آسانی همه چیزا رو نوشجان کردم خودم. ولی همیری خودت تقلب میکنی. ما اصلا هفت مکتب تا بانم داد. هیچ مشکل نیست. نمیتونی استفاده بکنی. نه اما قدر کافی. میتونی تمامش استفاده بکنی. یا تمامش ما در واقع رنگ کردم سر. هیچ رحم در کار نیست بعد از این. عاشق باید پر کنی امیری. اگر یه به دور دوم اگر میخوایی میگفتن عاشق پر کن امیری سر. پر دوستای زن شما میبینیم عاشق پر هستن. دوستان اپایی کردین همین سر خیلی به راحتی مشکل نیست. با خدا باش کنید. خب یک کار بگیریم همین سر. برای من آخرین بازی شما مرچ خشک بخورین و ما مرچ خشک میخوریم درست است؟ نه شما پیاز بخورید کچور بخورید چک بزنید البته. نه دیگه از یک چیز باید تردید استفاده کنید. بیاد سه. نه بیاد سه و نه از یک چیز باید تردید استفاده کنید. شما کباب بردید. به این میگن تخفیف دادن. ببینید دوستای عزیز. نه دست باید یا پس بکنی امیری سر فرمان. باید به اندازه که خودت گرفتی با ما اندازه ما میگیره. شما بزرگ هستین. خواهش میکنم بزرگی از شماست. من اگر قصد داشتم که میخوردم هم سرشم من بسیار راحت است. دیدین دوستای عزیز شجاعت دختر خانوما هم شجاعت آقایان دختر خانوما دوستای از خوردن زیاد آوار هستن خدا نه مولده داره کم میخوریم. نه استغفر الله دختر خانوما هیچ وقت تخمه به شکل دختر خانوما همیشه سر دیگ هستن خوردن میرن. ولی سر دیگ بالا میکنن خوردن میرن. گاه شاید. خب تشکر شایب عزیز بابت از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی بابت از اینکه به برنامه آمدی و
واقعا لذت بردم از اینکه با خودت بودم. واقعا گیم های جالب را اجرا کردین دوستای عزیز. خیلی ها پوزش می‌طلبم بابت دیگه مکس صحبت میکنم. دلیل شما میفهمید شاید پسر مرا هم نکرد و یک قاشق ماچ سر بخوره. در اخیر هم اگر حرف پیام باشه کاملا در خدمتتون. حرف پیام خاص نداره، فقط از دوستان میخوایم که هیچ وقت دست از تلاش نکشن. بی زحمت راحت نیست، هر چیزی که میخوایم به دست میاریم. فقط صبر داشته باشیم. صبر تلخ است اما باید شیرین داره. مشکلات است، در تمام زندگی مشکلات از زندگی، هیچ کسی بدون مشکلات و سختی ها نیست. اما این مهم است که هیچ وقت از دست ندیم و آرزوهای ما را، اهداف ما را برش تلاش کنیم و همیشه از خداوند بخواهیم. یک روز خداوندم بالای ما نظر میندازه و انشاءالله تمام آرزوهای ما را برآورده میکنه. دقیقاً. سلامت باشید. تشکر. و یک دنیا هست شما دوستان عزیز. همچنان سپاسگزار هستم که تا این دم با برنامه دوستان از طریق چینل یوتیوب هدف میدیا همراه بودید و بقیه برنامه‌های ما را همچنان فراموش نکنید. منتظر جدیدترین و بهترین برنامه ما از طریق هدف میدیا همچنان باشید. و سخن آخر من میخوایم که با گفته از فردریش شیلر تمام بکنم که زمان برای هیچ کسی نه متوقف میشه نه برمیگرده و نه هم اضافه میشه. برنامه‌های ما را لایک نموده، کامنت و سابسکرایب را فراموش نکنید. در صفحات اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تیک تاک همچنان ما را دنبال کنید. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.